وارتان بهار خنده زد و ارغوان شکفت. با درودهای گرم به بینندگان تلویزیون جنبش. در ادامه برنامه‌های نوروز در زندان، مهمان برنامه امروز ما یکی از زندانیان سیاسی است که 7 نوروز را در زمان شاهنشاهی در زندان به سر بردند. از رفیق ابراهیم آوخ که دعوت برنامه تلویزیون جنبش رو پذیرفتند سپاسگزارم و خیر مقدم و درود به ایشان می‌فرستیم. منم سلام میکنم به شما و بینندگان گرامی تلویزیون جنبش. قبل از هر چیز نوروز به آغاز بهار به همه مردمان ایران و مردمانی که در سراسر جهان اون رو جشن میگیرن تبریک و شادباش میگم. با امید صبح روشن فردا با گام‌های استوار به سوی بهار آزادی، بهار انسانیت، بهار تحقق آرزوهای من. بهاران خجسته باد. سپاس از شما که مجددا دعوت برنامه ما رو پذیرا بودین. ازتون میخوایم که اون خاطره و یا خاطراتی رو که در طی نوروزهایی که زندان بودید برای ما و بینندگانمون به اشتراک بذارین و بگین که در کدوم زندان یا زندانهایی شما نوروزها رو سپری کردید. بفرمایید، میکروفون با شماست. عرض کنم که من نوروزها را در اوین و اساسا در زندان شیراز بیشتر سپری کردم، چون بیشتر مدت زندانم در واقع جز بچه بودیم که تبعید شدیم، همه اومدیم زندان عادل‌آباد شیراز. واقعیت قضیه اینه که برنامه‌های نوروزی در زندان همیشه متأثر از شرایط بوده. متأثر از این بوده که سرکوب کمتر بوده یا بیشتر بوده. چون به هر حال زندانی تو برنامه‌های نوروزی و هر برنامه از این دست داشته باشه، زندانی که از همه طرف در محاصره دیوارهای سخت زندان هست، میخواد که چیکار کنه؟ خودشو با جهان بیرون، با طبیعت هماهنگ بکنه، پیوند بزنه خودشو، و به همین دلیل با یک انگیزه بسیار قوی میره به سمت گرفتن چنین مراسم، به ویژه نوروز که پیام آور به قول معروف روشنایی و پیام آور شادی است. در حال اگه بخوایم چیز بکنیم، بعد بگم که بدترین عیدی که من در اول بدترینشو بگم، عیدی که در زندان برای من به اصطلاح بود، عید سال 51 بود. چون از سال 50 ما دستگیر شده بودیم. اولین عید سال 51 بود که در سلول‌های اوین بودیم. دورانی بود که تازه شکنجه ها به پایان رسیده بود، بازجویی تقریبا تموم شده بود، دادگاه ها آغاز شده بود و من محکوم به اعدام. در یه همچون شرایطی، در اون وضعیتی که اونجا بودیم، حقیقتا ما نفهمیدیم عید کی اومد و کی رفت. سلول هایی بود بسیار به اصطلاح تنگ و نمور که معروف بود که حسینی جلاد اوین به شوخی میگفتن که معمار این سلول هاست. به هر حال سالهای مختلفی بود، ولی اگه بخوام از بهترین عید یاد بکنم، باید بگم که بهترین عید دوران زندانم عیدی بود که در سال 52 در زندان عادل‌آباد شیراز برگزار کردیم. زندان عادل‌آباد تازه افتتاح شده بود، چون زندان کریمخانی یا ارگ کریمخانی تعطیل شده بود. یه عده از رفقا اونجا بودن، از اونجا آورده بودنشون به بند 4
عادل‌آباد و ما هم از زندان تهران تو قصر بودیم. جا تنگ بود، قصر پر بود و واقعا جایی برای زندگی نبود، اینقدر جمعیت متمرکز بود. اعتراضاتی کردیم، به هر صورت عده زیادی از ما در 2-3 دسته از زندان تهران فرستادن زندان عادل‌آباد شیراز. به هر حال از طرف دیگه با تعطیل شدن زندان برازجون، عده از رفقام که در زندان برازجون بودن اونا هم آوردن به زندان عادل‌آباد. اینکه اسم غلط انداز عادل‌آباد در واقع به نوعی واقعا شکنجهگاه هم بود و راه مینداختن در شرایطی، همینطور که در 52 برای بعد از شورش برای همه ما راه انداختن، شکنجهگاه بود ولی اسم عادل‌آباد داشت. علتش این بود که این زندان در کنار دهی بود به نام عادل‌آباد و در واقع به اصطلاح زمین‌هایی هم که زندان در اون ساخته بودن زمین‌هایی بود که مربوط به عادل‌آباد بود. به هر حال در اون زندان وضعیت ویژه داشت. وقتی که همه ما اونجا جمع شدیم حدود بیش از 130 نفر از بچه‌های زندان بودیم و اغلب زندان سنگین، ابد 15 سال اینا. همین وزن سنگین زندان باعث شده بود که زندانبانان با احتیاط و دست به عصا زندان را اداره بکنن و در نتیجه یه سری امتیازاتی که می‌خواستیم ما به دست آورده بودیم. حالا ماجرا به هر حال بگذاریم. در اوایل اسفند ماه بود، چون می‌خوایم متمرکز بشیم روی عید، که پیشنهادات اومد از طرف رفقا. شاید رفقای فدایی بود، دقیقا تو ذهنم احساس میکنم تو این چیزی که تو ذهنم هست فکر میکنم از طرف رفقای فدایی مطرح شد برای برگزاری جشن عید. سر این مسئله بحث‌های زیادی شد که حول در واقع باید و نباید، ضرورت و عدم ضرورت جشن عید، یه بحث مفصلی در گرفت و کل زندان تقسیم شد به گروه‌های مختلف سر این مسئله بحث بکنن و جمع‌بندی بکنن. مذهبی‌ها گرایشی به برگزاری نداشتن، رسما مخالفت نمی‌کردن ولی گرایشی نداشتن، دلایل مختلف می‌آوردن. خب حالا چی تو این شرایط، تو این که بچه‌ها کشتن فلان، انواع اقسام توجیهات اینچنینی می‌بردن که خب برگزار نشه، یا اگه برگزار میشه اون چنانی که دلخواه همه بود برگزار نشه. اما در درون مجاهدین، اون برای جریان مذهبی بودن، دو گرایش وجود داشت. یک گرایشی اون مذهبی که گفتم بیشتر مذهبی هایی که در کنار مجاهدین بودن، نزدیک به مجاهدین بودن. در خود مجاهدین دو گرایش وجود داشت. یک گرایش که گرایش مسلط مجاهدین بود، اینا طرفدار برگزاری عید بودن. در واقع اکثریت مجاهدین در اون زمان بودن، همون هایی که بعداً تغییر ایدئولوژی دادن. اینا جز طرفداران برگزاری بودن. مجموعه جریانات چپ از فدایی ها، خط سه، توده‌ای ها فلان همه موافق برگزاری بودن، با خب به هر حال دید خودشون، نظراتی که خودشون داشتن. پس از اینکه بحثا مفصل صورت گرفت، گرایش ها حول چگونگی برگزاری آغاز شد. در واقع همه ما اون موقع، یعنی همه این گروه هایی که شما در نظر بگیرید، تو یک کمون مشترک زندگی میکردیم. به همین دلیل بود که همه با هم میخواستیم حرکت مشترکی بکنیم. در یک زندگی مشترک، یک گروه مشترک، همه چیزی ما مشترک بود. واقعا یکی از نمونه های خیلی جالب زندگی خود من بود. به هر حال برنامه‌ریزی برای سازماندهی جشن هم مشخص شد. قرار بر این شد که در واقع سرانجام گروه‌های مختلفی تشکیل بشه. گروهی برای آماده کردن گل و سبزه، یه عده‌ای برای برنامه‌ریزی برای به اصطلاح شیرینی و میوه و تنقلات از این دست. همچنین گروه‌های تشکیل شد، گروه‌های رقص و آوازهای محلی، ترانه سرودها، و یک گروه هم گروه تئاتر
که تا اونجا اسم رفقا یادونه شد محدود بودن این گروه. اسمشون رفیقمون سهراب معینی از بچهای فدایی و همچنین رفیقمون رضا ستوده و رفیق دیگرم بود مجید، حالا فامیلیش آقاجانی، مجید آقاجانی. به هر حال فکر کنم این ستا بودن که یک تئاتر بسیار زیبایی، تئاتر کمدی که ساواکی ها و ماموران دادرسی رو و ارتش رو با طنزی خیلی خیلی گزنده ها به مسخره گرفته بودن و این خیلی مثلا جالب اینجا بود موقعی که این تئاتر و این برنامه ما اجرا میشد. حالا بعدا میگم تمام به اصطلاح مسئولین زندان اومده بودن تماشا از این حرکت ما و این تئاتر هم میدیدن، تئاتری که خود اینا رو همه رو به مسخره گرفته بود. به هر حال قرار شد که برای آغاز برگزار عید به این صورت باشه که 2 تا پیام نوروزی داشته باشیم، یکی توسط مسن‌ترین فرد جمع و دیگری توسط جوانترین فرد جمع خونده بشه. سرانجام چون تعدادی از عزیزان بودن که سنای بالاتر از ما داشتن، ما جز جوانها بودیم نسبت به اونها، چون اون موقع من حدود 25 سالم بود، مثلا 26 سالم بود یا هم چیزی بودن عزیزانی که بالای 54 55 بودن. به هر حال توی اون رفقای مسن پیشکسوتای ما آقای عباس حجری که واقعا شخصیت بسیار بسیار جالبی داشت، از افسران حزب توده او انتخاب شد و از جوانترین ما رفیقمون فریبرز سنجری بود. فکر کنم حدود اون زمان 20 ساله بود تهدید. و این 2 تا رفیق قرار شد که پیاما بخونن در زمان برگزاری. موقعی که از قبل البته بگم که خود این مسائل یه شور و حال جدیدی تو زندان ایجاد کرده بود. هر روز سبزه کاشته بودن، سبزه می‌بردن به اصطلاح، چون گفته بودیم از بیرون مثلا عدس و چه می‌دونم از فروشگاه زندان این چیزا گرفته بودیم و سبزه رو راه انداخته بودیم. بچه‌ها سبزه می‌بردن تو آفتاب می‌بردن فلان، یا مثلا دنبال جمع جور کردن یا گروه‌های آواز دور هم جمع می‌شدن، گروه‌های رقص جمع می‌شدن، رقص‌های محلی. اینا خودش یه شوری تمام در واقع بگیم اسفند ماه در درون زندان ایجاد کرده بود و خیلی برای من جالب و هنوز اون خاطرات شیرینه برای من. به هر حال در زمان برگزاری مسئولین کمون به اصطلاح و رفقایی که باشون همکاری میکردن اومدن و یک به اصطلاح سفره درازی سرتاسر راهرو بند پهن کردن و این سفره را با میوه و شیرینی و گل و سبزه و اینا خلاصه آراستن و سپس بقیه بچه ها همه اومدن دور سفره جمع شدن. و البته گروه هایی که هر کدوم برنامه‌ریزی داشتن که چه آوازی بخونن چیزی، اونا کنار هم بودن که یک به اصطلاح چیز باشه. به هر حال همه دور سفره جمع شدن. پیام ها توسط آقای حجری و رفیقمون فریبرز خوانده شد و پس از اون برنامه ها شروع شد با ترانه های محلی که گفتم ملیت های گوناگون، ترانه سرودها و همچنین تئاتر و رقص و اینا در واقع یک شور و شوق ویژه‌ای داد و تا شب آخر شب این برنامه ادامه داشت. هرچند ادامه این برنامه فردا جالبشی بود که فردا هم در درون هواخوری باز گروه های به اصطلاح رقص های کردی، لوری، گیلکی فلان همه شروع کردن اونجا به نوبت جشن گرفتن و رقصیدن. یعنی تا فرداش هم این مسئله ادامه داشت. البته این همش شور و شوق و شادی دشمن بیکار ننشست. پس از شورش 26 فروردین که حالا اون داستان مفصله که باید شورش رو توضیح بدیم، یه زمانی که فرصت داشتید، تمام اون خوشی ها و جشن رو با شکنجه هایی که اون از دانمون در بردن. یعنی دشمن نمیتونست این تئاتر رو
این حرکت زندانی ها رو که در واقع دهنکجی به زندان و زندانی شدن بود تاب بیاره. بنابراین اونجا چیز کرد. به هر حال بگذاریم، همطور که عرض کردم در سالهای مختلف فرق میکرد جشن گرفتن. در سالهایی بود که تو سلول بودیم، بچه ها دور هم بودن با یه مقداری خورما یا اگه بیسکویتی بود و خمیر نون فلان حرفا، اینا مثلا فرض کن یه چیزی تحت عنوان شیرینی ساخته میشد فلان میشد و بچه ها از این طریق به هر حال همدیگه میبوسیدن سر سال تحویل و عید رو به همدیگه تبریک میگفتن. یه خاطره میخوام بگم در سال 54. البته گفتم بهترین خاطره همون سال 52 بود که توضیح دادم که به چه صورت برگزار شد. سال 54 بود، در واقع حدود بیش از 2 سال تمام رفقای ما همه تو بند تو سلولهای یا انفرادی تو این مدت یا سلولهای چند نفره 6 نفره گذرانده بودیم. در واقع سلولا خودش تأثیر خودشو روی بچه ها گذاشته بود. خیلی ها تو خودشون فرو رفته بودن. در یه همچون وضعیتی همیشه هم عید قبلش هم عید مثلا 53 هم درهای سلولمون بسته بود، باز نبود، تو سلول بودیم هممون. حالا گفتم هر چند نفر مثل همون که گفتم یه کارایی که تو خود سلول انجام میدادن. سال 54 وقتی اجازه دادن که در واقع بیایم سر سال تحویل هم دیگه رو ببینیم و به قول روبوسی عیدانه داشته باشیم، من سلول 19 بودم، اتاق 19 که سلول 6 نفره بود. روحی بچه ها رو دیده بودیم، گفتم شاید تو خود فرو رفته بودن و به هر حال سلول این همه مدت تو در بسته و بدون هواخوری و فلان حرفا، خب خودش شوخی نبود. تصمیم گرفتیم که همین فرصت رو حد اکثر استفاده بکنیم و یه جوری شادی بیاریم توی جمع. ما تو اتاق 19 چند تا از رفقا بودن، از جمله زنده‌یاد مهدی خسروشاهی، زنده‌یاد بهمن رادماریخی و در واقع اسفندیار، فامیلیش الان تو ذهنم نیست در واقع، و من تصمیم گرفتیم برای تغییر فضا تو لحظه‌ای که در سلول رو باز میکنن یه حرکت ویژه انجام بدیم که زندان رو به شادی بکشونیم. تا در سلول باز شد ما چند نفر یه به اصطلاح ملافه سفید رو سرمون انداخته بودیم، یعنی مثل اینطوری پروانه، دو دستمون زیر اون بود و این بالا یه سایبانی مثلا، اینطوری رقصان از درون سلول اومدیم بیرون و شروع کردیم رقصیدن و یکی از بچه هم با یک به اصطلاح سطلی که بود شروع کرد ضرب زدن. بعد اینا رو انداختیم بالا و شروع کردیم و یواش یواش تمام جمع شروع کرد دست زدن و رقصیدن و فلان. یعنی به این طریق ما مجددا شادی رو برای اون سال تحویل در واقع جمع و رقص و شادی در آوردیم و اینم یه خاطره خوش دوم ما بود. بقیه‌اش دیگه چیز ویژه‌ای نداشت، چون به هر حال گفتیم دشمن به این راحتی نمیگذاشت که زندانی ها شاد باشن.
زندان اوین خاطره ندارین که بیان بکنین؟ خاطره که بسیاره. مثلا سال 50 تمام رفقای زندانی، تمام رفقای که تیربارون شدن، همه ماها که زیر اعدام بودیم در یک سری سلول های بعضی وقتا می‌بردن عمومی، بعد دوباره می‌بردن اونجا، رفت و آمد مرتب داشتیم و در اونجا خب رفقا مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، سعید آریان و حمید توکلی و دیگر عزیزان، مناف و خیلی بچهای دیگه، ما تو اوین بودیم. تو سواک ما رو دستگیر کرده بود. این رفقا در واقع شهربانی دستگیر کرده بود و زیر تو سلول های کمیته، هنوز کمیته تشکیل نبود، زندان موقت شهربانی بودن با وضعیت خیلی سخت و ویژه‌ای که شکنجه های غیر انسانی که اصلا شکنجه که انسانی نمیشه، ولی به هر صورت میخوام بگم وحشتناک و حالت وحشتناکش در اونجا قرار داشتن. بالاخره سواک این رفقای عزیز و همگی تحویل گرفته بود. من اون موقع از سلولهای بالا اومده بودم سلولهای وسط. من بودم با رفیقمون بیژن چهرازی، زنده یاد بیژن چهرازی. وقتی که این رفقا وارد بند شدن، شب بود، همه لباسهای زندانی به تن کرده بودن. زندانی به اصطلاح اون یک چیز آبی بود، مثل قدیما این پاکبانان شهر در واقع همچون لباسی داشتن. زندانی خطی نبود، یه پارچه آبی در واقع نیمه تیره، یه هم چیزی بود، بلیز و شلوار که نه، در واقع هم چیزی مثل شبیه بلیز و شلوار. اینا تنشون بود. درهای سلول باز شد، ما حالا تو سلول بودیم، در بند باز شد، یه مرتبه این رفقا رو آوردن، ما حالا نمیدونستیم کی هستن. رفقا رو آوردن و دو به دو انداختن تو سلول دیگه. رفیقمون بیژن چهرازی از گوشه سلول، سوراخ تنگی که بود، از اون گوشه سلول نگاه کرد. یه مرتبه منو صدا زد، گفت ابراهیم. گفتم چیه؟ گفت جنبش توده‌ای شده. گفتیم چی؟ گفت سفوره به اصطلاح شهرداری رو آوردن. گفتم چطور؟ گفت والا همه چون اون موقع تو اوین اگر دیده بودید دادگاه‌های اولیه همه با کت و شلوار بودن و ما در واقع یه بلیز سفیدی داشتیم و یه کت شلوار چهارخونه و یه به قول من سروزی داشتیم. بچه‌ای که تو شهربانی بودن وضعیتشون از ما خیلی بدتر بود و بنابراین وقتی اون لباس پوشیده بودن، رفقا خیلی فکر نمی‌کردن که لباس زندانی اونه. فکر کردن فقط اون لباس زندانی عادیه، لباس زندانی سیاسی، لباس معمولی یا رسمیه. ولی به هر حال اون شب که آوردن، این چیزو بسیار بیژن اومد، من پشت در نگاه کردم، گفتم خیلی عده‌شون فلان به من حرفا، که یه مرتبه در باز شد. دو تا از عزیزان که یکیش سید احمدی بود و یکیش هم بهروز دولت‌آبادی، اونا رو انداختن تو سلول ما. اونا وقتی بودن تو سلول، حالا با اون لباسا و با اون وضعیتی که چندین ماه در سلول‌های موقت شهربانی بودن، اومدن ما را دیدن که پیرن ترمونه، به اصطلاح انگار یه اصلاح، اتفاق هم روزی بود که برده بودن سرمونم به قول معروف به نوع اصلاح کرده بودن. اونا به ما چیز شدن، مشکوک شده بودن که نکنه ما رو آوردن انداختن پهلو این سواکیا که اینا بخوان از ما اطلاعاتی بگیرن فلانی حرفا. دیدیم خیلی خشک و خیلی بسیار جوری چیز میکردن. ما هم که با تمام عاطفمون، البته برات بگم که منم خودم از سلول بالا که اومدم پایین، که اومدم تو سلولی که رفیقمون بیژن چهرازی بود، با اون وضعیتی که من داشتم به پای برهنه چند ماه، مثلا حتی توالت رفتنم با این وضعیت ما رو میبردن و اوضاع خیلی
پاتالی همون من داشتیم. تو این وضعیت منم موقعی که وارد سلول شده بودم به بیژن شیرازی همین تصور رو داشتم. بعد یواش یواش دیدم مسئله این نیست. اونها هم به ما همچین فکر میکردن. ما منتها خب هر کاری میکردیم که به اینا به راحتی بپذیرن، دیدیم که گوشه میگیرن، کنار میکشن. بالاخره ما محبت خودمون رو به عنوان رفقا، به عنوان عزیزان، به عنوان زندانی میکردیم که اینا به تدریج متوجه شدن که نه، این چیزی که خودشون گفتن، این محبت و این عاطفه که این دوتا دارن نشون میدن، یعنی من و بیژن، نمیتونه مال چیزی ساواک و ساواکی باشه. یه مرتبه اعتمادشون جلب شد و شروع شد بحث و گفتگو و صحبت که همونجا پرسیدم که شما کی هستین؟ ما گفتیم ما اینطوریه و هم در چارچوبی که میتونستیم بگیم. و بعد از سلول اول گفتیم که مثلا سلول اول مجید و مسعود احمدی هستن، اون رفقا هستن. سلول دوم برادران هر دو عزیز مفتاحی بودن و سوم در واقع تا اونجایی که من هنوز تو خاطرم مونده، سوم سعید آریان و حمید توکلی، چهارم میثمی بود و شکرالله پاکیزاد، پنجم که ما بودیم، ششم که مناف فلکی بود و یکی از رفقا دیگه. همینطور روبرو هم که عراق محمد حنیف نژاد بود و سعید محسن بود و عرض کنم که رفقای دیگه، محمود عسکری زاده و عرض کنم که اصغر زنده یادان، همه واقعا بدیزادگان فلان، همه تو این سلول بودن. اینا وقتی اینو شنیدن به هیجان اومدن و جالب بود که بهروز دولت آبادی خب موسیقیدان بود، موزیسین بود، یه شوق عجیبی به خود گرفت و با تمام وجودش با انگشتاش روی دیوار سیمانی به قول معروف چیز گرفت، آهنگ زد، ضرب گرفت، طوری که واقعا موقعی که تمام کرد انگشتاش همه خونالود بود با این هیجان. و بچه‌های دیگه خبر شدن و خلاصه کف زدن و اینا. این هم یکی از خاطرات جالب بود. یکی از خاطرات خیلی خیلی بعدی هم که باز بود این بود که شبی بود که گفتم خاطرات زیاد، رفقای بسیاری از کنار ما بردن برای تیرباران. شبی بود که رفقا احمدزاده، مفتاحی ها و دیگر عزیزان می‌خواستن ببرن برای اعدام. ما خبر نداشتیم. ما تو سلول بودیم. این رفقا برده بودن توی به اصطلاح اتاقای عمومی. ساعت 10 یا 11 شب بود که یک مرتبه اومدن به ما گفتن که وسایلتون رو جمع کنید، بیاین بیرون. ما گفتیم چه خبر شده؟ فکر کردیم که حتما یه عده، چون همیشه اینطوری بود وقتی که یه عده جدیدی میگرفتن سلولاشون کم میمد و ها رو مثلا جابجا میکردن که اونایی که جدید گرفتن بیارن تو سلولا. فکر کردیم که حتما یه عده جدیدی دستگیر کردن و همینطور که وسایل اون زیر دستمون میرفتیم که بریم به سمت اتاق عمومی، یه نفر بود از این سواکی‌ها، جوان بود که بعدا من فهمیدم که در واقع با ما آشنا در اومد چون هم مدرسه ایمون بود. این میخوند، بچه هم خیلی آدم بسیار بدجنس بازی در نمیورد، در واقع سعی میکرد موقعی که پست اون هست یه به قول معروف آوانسی بده و یه کمی درا بیشتر باز کنه و فلان. یه رابطه اینطوری با بچه ها، رابطه خیلی دوستانه. بچه هم همیشه هواشو داشتن و این آواز میخوند. رفقا بهش گفتن، همش تشویقش میکردن که صدات خیلی خوبه و مثل گلپا هست و فلان. اصلا اسم این شد گلپا. موقعی که ما رو میبردن دیدم این داره میلرزه، بغضش گرفته، اشک در چشماشه. من فکر میکردم کسانی گرفتن و درگیری ایجاد شده. این حرفا. بهش گفتم گلپا چی شده؟ رفتین حمله کردین به خونه ها و کسانی از شما کشته شده؟
او به من گفت از این حرفا به من نزن، برو به سمت، منو فرستاد به سمت اون اتاق عمومی. فردا صبح متوجه شدیم که این رفقا رو از عمومی آورده بودن به جای ما و صبح زود اینا بردن به جوخه اعدام. و این گلپا میدونست و چون به این رفقا اونس گرفته بود، یعنی میخوام تأثیری که رفقای عزیز ما روی زندان، روی به اصطلاح نگهبانا میگذاشتن رو میخواستم بگم، اونقدر بود که این شب اعدام رفقا دچار چنین به اصطلاح حالتی شده بود. در حال صحبت خیلی زیاده، من اگه بخوام بگم بعضی چهاش نوشتم شب اعدام، شبی که رفقای عزیزم محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بهزادگان، رسول مشکین فام، محمود عسکری زاده، اینا بردن، خاطره بسیار غم‌انگیزی دارم که اونا رو نوشتم و فکر می‌کنم در الان وقت اونو داشته باشیم که بخوایم به این مسائل بپردازیم. به هر حال اوج سالهای سرکوب، اوج به اصطلاح درگیری‌ها، یا در واقع آغاز اوج میشه گفت خود سال 50 بود و رهبران هر دو جنبش فدایی و مجاهد و دیگر جریانات دیگه همه در اون سال ضربه خورده بودن، همه در اوین بودن و به هر حال جابجایی سلول‌ها، دیدارها، فلان حرفا، خاطرات بسیاری مونده که در فرصت‌های مناسب حتما روش صحبت می‌کنم. به هر حال بار دیگه سال نو را به همه عزیزان شاد باش میگم. ممنونم. یاد تمام رفقای جانفشانمون گرامی و سپاس مجدد از اینکه این خاطرات شیرین و تلخ رو با ما و بینندگان تلویزیون جنبش به اشتراک گذاشتید. یک بار دیگه از حضور گرمتون در برنامه تلویزیون جنبش سپاسگزاری میکنم. ممنونم ازت. برنامه دیگری بود از نوروز در زندان. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. نوروز خوبی رو براتون آرزو میکنم. آنچنان بسوز